مقدس شریپова در یکی از مرکزهای تجارتی به فروش لباسهای زنانه مشغول است. او میگوید برای رشد تجارتش به مبلغ بیشتر نیاز دارد و میخواهد از بانک قرض گیرد. فایز قرضی در بانک ها خیلی بلند است و سالانه از 20 تا 30% را تشکیل می کند. باید از جای کار معلوماتنامه های زیاد پیشنهاد کنیم، ولی وقتی صاحبکار بیش از 5 سال به تجارت مشغول است، حداقل باید از او حجت های کمتر طلب کرده شود. بر ضمن این از ما همچون گرو سندهای خانه را طلب می کنند. این اسناد برایمان ارزشمند است و ما نمی توانیم آن را پیشنهاد کنیم. مقدس میگوید موردهای زیادی را میداند که شناسایش با گرو خانه از بانک قرض گرفته و پول را سری وقت برگرداندن نتوانستند و منزل خود را نیز از دست دادند. حالا بانک های تاجیکستان امکانی وسیع انتخاب را دارند، به کی قرض بدهند و به کی نه، چون که طلبات از پیشنهاد بیشتر است. چند بانک بزرگ کشور گرفتاری بحران شده و عموما قرض نمیدهند. وضع بانک های باقی مانده نیز چندان خوب نیست. مشکل بانک ها نیز از آن شروع شد که مشتریان صدها میلیون سومانی قرض گرفته خود را بازپس ندادند. بانک های تاجیکستان از دارایی های کافی برخوردار نیستند تا که قرضدهی را رونق دهند. حالا حجم قرض هایی که مشکل زا هستند و سر وقت بازپس داده نشدند خیلی زیاد است. مالکان بانک ها اعتراف میکنند که امکانیت مالی آنها کمتر شده است. آنها افزایش طلبات به قرضگیری را به پایین آمدن معیار بازتمویل وابسته می‌دانند که با این هم در جهان بلند باقی می‌مانند. اگر تا 3 سال پیش معیار بازتمویل با اسعار خارجی از 28 تا 30% بود، حالا باشد وابسته به پرداخت پذیری قرض گیرنده ما قرضها را از 18 تا 24% سالانه پیشنهاد می‌کنیم. حالا نهادهای مالی کوشش میکنند که تنها با مشتریان دلپر سر و کار بگیرند. به طور موشکافانه با کدام هدف صرف شدن مبلغ‌های داده شده را تحلیل میکنند و از قرض گیرندگان گروی مستحکم از جمله پیشنهاد سند خانه را طلب مینمایند. حالا بانک اسخطه توجه اصلی را به تاریخ معامله قرض گیرنده با بانک های کشور روانه کرده است و اگر تاریخ قرض گیرنده خوب باشد، آنگاه به این مشتری امتیاز پیش بینی میکنیم. صاحبکاری خرد و میانه بدون دسترسی به قرضهای بانکی نمیتواند رشد کند و محض این صاحبکاران مشتریان اصلی نهادهای مالی به حساب می روند. فعلا تعداد از تاجران برای پیشبرد کار خود از نزدیکان و شناسایشان قرض گرفته به مدت 1 سال این قرضها را برمیگردانند. البته از این معاملات نمیتوان به عنوان رشد تجارت و در مجموع اقتصاد نام برد.